پاشو خرسه گنده پاشو. از بس گفتم پاشو برو پیکار زبونم مو در آورد. اینقدر نشکی معدل من نشکی پاشو برو سر کار. برو کار کن شوام. میگم نون نداری، برنج نداری، لوبیا نداری، هیچی نداریم قاطعش کنیم سر زور بریزی تو اون شکمت. پاشو. سلام عزیزان، حالتون چطوره؟ این خانمی که اصلا حالش خوب نیست. امیدوارم حال شما هیچ وقت شبیه اون نباشه. ای بابا، خب اصلا واسه چی با این تنبل بیکار ول عروسی کردی؟ من نومزد داشتم. نومزد میفهمی؟ نومزد آدم حسابی، نومزد شاعر، اهل مخش و کتاب. 5 دینار. 5 دینار که پول دستاریش هم نیست. 7 دینار کمه. ارزین حساب کن مشتری شیم. نه خیر، این شاعره شیرین سخنه. بده بابا، شاعر به چه درد میخوره؟ آره بابا به چه دردمون میخوره؟ نوکر باید هیکل داشته باشه. نوکر هرچی زبونش کوتاه‌تر بهتر. راست میگه. من بابت این 2 دینارم نمیدم. شاعرها فقط زبونشون درازه. اسمت چیه جوون؟ شاعر. شغلتو نپرسیدم که اسمتو پرسیدم. من هم شغلم شاعره هم اسمم. عجب. من میخرمش 10 دینار. 10 دینار؟ این که پوست و استخونه. این که زور نداره. میخوایش چیکار؟ پول زیادی کرده، چرا بازار خراب میکنی؟ آخه نامزدت اون بود. بله اون بود. پس چرا تو چاله بود؟ خب برای هر کسی ممکنه روزای بدی هم پیش بیاد. مهم اینه که شاعر تای چاله نموند. آره آقام خریدش از تو چاله درش آورد. صبح خروسخون بیدار میشی و گاوا رو میدوشی. دیر نشه که صدای گاوا در بیاد. زودم نباشه که شیرشون کم شه. شیر رو میریزی توی مشک. نمیذاری بمونه جای گرم که ترش شه. جای سردم نمیذاری که کری گرفتنی سخت شه. بعد میری سر تنور رو نون درست میکنی. خمیر بر نمیداری که به معده من نمیسازه. برشتم نمیکنی که به معده دخترم نمیسازه. بعد گاوا رو میبری صحرا که بچرن. زیاد نمیذاری بچرن که خودشونو بتره کنن. کمم نمیذاری بخورن که گشته بمونن. وقتی برگشتی شیر رو توی مشک تکون میدی که کره بشه. زیاد تکون نمیدم که همه چربیش کرشه. کمم تکون نمیدم که همه کرش بمونه توی شیر. هفته یه بارم میره توی باغ میوه ها رو بچینی. زود نمیچینم که کال باشن و نمیذارم انقدر برسن که خودشون از درخت بیفتن. اینا رو قبلا گفته بودم؟ خیر. و اما شام نه اونقدر سبک درست میکنم که نصف شب گرسنه بشین، نه اونقدر سنگین که بدخواب بشین. گفته بودم؟ خیر. بله آقام که فکر میکرد حسابی از این خرید سود کرده آوردش خونه. اونم روز به روز بیشتر خودش تو دل آقام جا میکرد. ای که دیروز آمدی اینجا، کاش فردا می آمدی. نه این وزنش بده. ای که دیروز آمدی اینجا، کاش می آمدی فردا. این خوبه اما معنی درست حسابی نداره که. ای که خودت برو لب چشمه سبتاب بیار. برو دیگه برو دیگه. این جوونیات بود. ماشاءالله چه اخلاقی هم داشتی. خب بقیه ایشون خجالت میکشن تعریف کنن. من میگم همونطور که دیدین پیرمرد یه دختر بد اخلاق بد عنق پرتوقع داشت. یعنی این؟ آره خودشه. اون اصلا چیزی از روحیه لطیف یه شاعر نمیفهمید که. جوان بودم، خام بودم، خیلی خام بودم، خام و جوان. اصلا میگم این شاعر با ادب و کلام کمالات. اونو واسه چی تو بازار چون شاعر قصه ما اهل سیر و سیاحت بود و توی یکی از همین سفرها کشتیش به صخره برخورد کرد و اون تا اولین خشکی شنا کرد. اما وقتی رسید به ساحل چند نفر ریختن سرش و دست پا بسته بردنش به بازار نوکر فروشا. ای بابا چه هرکی بود اون موقع. تا اینکه پدر این خانم شاعر رو از اون بازار خرید و آوردش خونه. آره آقام آورد خونه، برش داشت آوردش خونه، آورد خونه.
بله اونم چه خونه ای. ماشاءالله از هر انگشتت 100 تا هنر میریزه. اولش پیرمرد فکر کرد ضرر کرده که به جای یه نوکر قوی شاعر لاجون خریده آورده، اما بعدش نظرش عوض شد. خب شاعر که نمیتونست اتاق شخصی اینو تمیز کنه تا اینکه پیرمرد تصمیمی گرفت. ای که دیروز آمدی اینجا. شاعر تو دیگه نوکر نیستی. ها؟ یعنی آزادم؟ آره، من نه تنها اون روز تو رو خریدم و از تو چالت درت آوردم، بلکه اونقدر گلی، اونقدر ماهی، اونقدر عاشقتم که میخوام آزادت کنم. واقعا؟ آره عزیزم، بیا بغلم. تازه فقط این نیست که دیگه چی؟ میخوام آزادت کنم. آزادت کنم که بشی. بشم چی؟ که بشی. بگو دیگه. بشی دامادم. دامادم. از همین الان، از همین لحظه تو نوزد دخترمی. چه کاریه؟ همون نوکر بودم دیگه. اصلا حرفشم نزن. ببین از خوشحالی چه زاری میزنه. نمیاد که. حالا اگه اومد نمیاد تا این غذا یخ کنه. سلام بابا جان. اومده نوزد. شابلوت و فندق و پسته خندون گرفتی؟ شابلوت و فندق و پسته خندون میخواستی مگه؟ معلومه که میخواستم. خب نگفتی که. من نگم. تو خودت نباید بدونی وقتی میای خونه باید شابلوت و فندق و پسته خندون بخری؟ تقصیر آقامه که تو رو خرید از اون چاله درت آورده تو این خونه ور دل من. الان میرم میخرم. آره تقصیر آقامه. آقا تقصیر شما. بفرمایید. شابلوت و فندق و پسته خندون گرفتم. نه گشنه ریحون چی؟ مگه میخواستی؟ نه نمیخواستم، ولی من نخوام. تو خودت نباید عقلت برسه بخری. ای داد ای بیداد، آقا منو بدبخت کرد. تو همونی که تو اون چاله مونده بودی هیچکی نمیخریده. آقا تو رو از اون چاله در آورد. آخه من نمیدونم کی پول میده بابت شاعر که آقای من داد. لااقل یه قصابی، سلاخی، میرغزنی چیزی خرید. نگاه پول بده یه قلب شاعر برداشته آورده خونه. چیزی شده؟ چی؟ فقط خواستم یادآوری کنم تا همونی که آقا من چاله درت آوردم. تو همونی که آقا من چاله درت آوردم. ای که آقا من چاله درت آورد. به چی بازدی؟ برو سر چشم آب بیا. من که غروب آوردم. آوردی پاپا خورد ریخ. قیام چی هستی؟ تو همونی که آقا من چاله درت آورد اینجا سر دل منو بدبخت کرد. پولشو ریخت دور آقا. دفلکی آقا بیچاره آقا. ای وای چه بیچاره ای شدم من. چه بدبختی شدم من. آقا منو بدبخت کرد. آره من اومدم. خوش اومدی. الان اومدی؟ الان که صبحه. خب چشمه خیلی دوره. واسه شاعرها دوره. وگرنه میرغزما توی چشمه هم زدن میرن لب چشمه و برمیگردن. بدبختی من تقصیر آقامه. تو همونی بودی که کافیه دیگه. آره من همونم که آقا از چاله درم آورد، ولی از چاله در آورد انداخت تو چاه تو. چی گفتی؟ با من بودی؟ بسه دیگه دخترم. اون درست میگه. جوون
تو آزادی. تو هم آزادی، هم دیگه نوزد دختر من نیستی. جون تو بردار و برو و خودتو از دست این نجات بده. برو و دیگه پشت سرت هم نگاه نکن. عجب. بله، از اون زمان بود که هر وقت کسی از یه مشکل کوچیک جون سالم به در میبره اما به مشکل بزرگتری دوچار میشه میگن از چاله در اومده افتاده تو چاه. آره، منم از چاله افتادم تو چاه. تقصیر اون آقای خدا بیامرزم بود. منو از چاله اون شاعر در آورد انداخت تو چاه این تنبل بیار. آهای با تو هم پاشو شوهر پاشو. ای وای. خب عزیزان، این قسم تموم شد. اما همه چی به خوبی و خوشی تموم نشد که. این بار نشد. همیشه که اینطور نیست. داستانهای زندگی مردم با هم متفاوته و هر کدوم از اونها میتونن پایان خوب و خوشی داشته باشن، به شرطی که حواسمون رو جمع کنیم و انتخابای درستی داشته باشیم. پس مراقب چاه‌ها و چاله‌هایی که سر راه زندگیتون قرار میگیرن باشین. ظاهرا دعوای اینام ادامه داره. بیاریم زاب. این داستان فردا هم روز خداست. سقفمون خرابه، باید بشه تعمیر و نو نباد، تا تو برف و بارون خونه نشه رو سرمون آباد. با میخ و چکش ما روی چوبا میکوبیم محکم، بعدش کاه و گل و میمالیم روی سقف کم کم. همه این کارا رو باید امروز انجام بدیم. نه بابا جان، هر قدر تونستیم. فردام روز خدا. آخش یادش بخیر. یاد چی بخیر؟ مادر بزرگم ننشون طلا یه عالمه ضرب المثل بلد بود. من عاشق این بودم که زیر پر و بالش بشینم و از صبح تا شب به قصه‌اش گوش بدم. اما ننه روزی یه قصه بیشتر برام تعریف نمی‌کرد. بعد یه دستی به سرم میکشید و میگفت ننه فردا هم روز خداست. بله، فردام روز خداست. خدا بیامرزتت ننشون طلا. امروز به یادت میخوام قصه همین مسئله رو بگم. یه قصه دیگه میخواستی بگی که؟ الان میخوام همینو بگم. خب کی به درد این قصه میخوره؟ آها فهمیدم. یکی بود یکی نبود. بچه خان بعد از تمرین و تلاش فراوان دیباچه گلستان سعدی رو از بر کرده بود. چی دیباچه گلستان چه؟ دیباچه یعنی مقدمه گلستان هم کتابی از استاد ادب فارسی سعدی شیرازیه که چی بشه؟ که جلوی وزیر بخونه و از دستش جایزه بگیره. وزیر؟ سلام بابایی. یه بده قربون گل پسرم برم بخون ببینم بابایی. همونی که تو مکتب یاد گرفتی دیگه. بزنم زمین. ای بچه الف با زبر ا و با زیر ا و با پیش او. جان الف با زبر ا و با زیر ا و با پیش او. حالا الف با زبر ا و با زیر ا و با پیش او. ب با زبر ب و با زیر ب و با پیش او. الف با زبر ا و با زیر ا و با پیش او. ب با زبر ب و با زیر ب و با پیش او. حالا الف با زبر ا و با زیر آهای کجا داری میری؟ میریم دیباچه رو واسه وزیر بخونیم دیگه. دیباچه که این نیست، همونه که میگه منت خدای را عز و جل که من تازه حرف ب رو یاد گرفتم. تازه حرف ب رو یاد گرفتی؟ پس این همه وقت چی کار میکردی؟ من فقط یه هفته میرم مکتب خونه. آقا من برم بساط قصم و جای دیگه پهن کنم. نه وایسا من یادش میدم. فقط یه ذره مهلت بده بابا. باشه فقط زود حل برگردی ها. چی شد بابا جان؟ آن بچه آماده نبود. خب قصه ضرب المثل دیگه رو امکان نداره. به خاطر ننشون طلا امروز داستان همین مسئله رو میگم. بذار ببینم. آها حاکم دستور داده بود که براش یه حموم بسازن با 7 گرمابه و 7 خزینه. اینجا که خبری نیست. یکم بچرخ. نه اونوری. نه برگرد. از گرمابه کو؟ در مراحل آخر طراحی است. یعنی نساختین؟ ساخت چنین بنایی سالها طول میکشه. منو باش که میخواستم قصه افتتاح اینجا رو به دست حاکم بگم. حاکم؟ ما رفتیم. کجا؟ تا تو بری چرخی بزنی آمادش میکنم. ببینیم و تعریف کنیم. برگردی یا ای بابا
بابا جان حالا این مسئله نگی آسمون به زمین میاد. بله همین مثل همین امروز. اینقدر حس نخور شونو به سر بیا گل بازی ببین چه حالی میده. همسایه گلستان سعدی داری؟ مگه تو نداری؟ خب نه. پس اوقات فراغت چی کار میکنی؟ شکار کپ. اون وقت به بچه ها چی یاد میدی؟ شکار کپ. فهمیدم بابا جان، برو تو همون تاقچه است برش. بابا ایوان همینه دیگه نه؟ آره پیشت امونته ها. نه ترس این شیر مراقبشم. آها فهمیدم، داستانو میبرم تو جنگل. قصه از جایی شروع میشه که روباه سعی میکرد با چرب زبونی آهویی رو نزد سلطان جنگل ببره. آهو؟ آره دیگه. نزد کی؟ نزد شیر، سلطان جنگل. که چی بشه؟ که با جناب شیر یه لقمه چپش کنه. حالا آهو از کجا گیر بیارن؟ آهو آقا ما رفت. آقا سب کن من جورش میکنم. پس بجون. حتما رو من حساب کن. اینم گلستان سعدی. خب منت خدای را معلوم از مکتب فرار میکردی یا بابایی. ای بابا. ای بابا آفرین چه سریع پیش رفتیم. پیشنهاد خودم ملاتو حذف کردی. حالا چرا دیوار قلمبه قلمبه است؟ در این وقت تنگ بنایی بهتر از این ششم گنده پیدا نکردیم. بنداز بیار. باریکلا همینطوری ادامه بدیم. سب کن. برو بالا. همینجا خوبه. برو به سلامت. آوردمش. این چیه؟ آهو گیرم نیمد به جاش بز آورده. آخه بز؟ سخت نگیر دیگه بابا. آخ رو من حساب کن. خب جناب خان شیر یا روبا؟ شیر یه استاد حسابی گیر آوردم کل گلستانو یه ساعته به بچم یاد میده. کل گلستانو؟ بله. 1 ساعته؟ آره دیگه. به این بچه معلومه. عمرن یاد میدی یا بزنم تو منت خدای را عز وجل. چی؟ عز وجل. چی؟ عز وجل. آفرین همینطور ادامه بدیم. اینجوری فایده نداره، خیلی کند پیش میری. عالی جناب، شما هم کمک کنید تا کارها سریعتر پیش رود. حتما. روبا کو؟ اینم سلطان جنگل. این که شیر نیست بابا، شیر تو دشت زندگی میکنه نه جنگل. یه ذره مطالعه کن. آخه این به قیافش نمیاد سلطان جنگل باشه، خیلی پرتی. سخت نگیر بابا، عجله داریم. چاره نیست، با همین ادامه بده. این که فرو میرم ممد حیات هست. ممد حیات هست. خب در چه حالی؟ آخرشه. تمام شد؟ جانمی. هیگاه کمک دارم میافتم. اما این که شبیه حمام نیست، فقط رفته بالا. اینقدر هون داشتیم که نفهمیدیم چه کار داریم میکنیم. زودی درستش کنیم برمیگردیم. ناز نکن. چی شده؟ تقصیر تو شد دیگه، با سلطان بد حرف زدی قهر کرد. حالا اینم واسه ما ناز میکنه. خودم درستش میکنم. از دست زبانه. بیا این معجون حافظه رو بخور تا مثل قرقی همشو حفظ کنی. ایدال پسرم بخور. بیا منت خدای رو عز وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. وای کمک وای. این ولی نه، وزنت آبی انداز آن طرف. نه آن طرف. درستش میکنم. وای چرا این ولی اومدی؟ کمک
من که دیگه کلافه شدم. اصلا قصه بی قصه نخواستم. نرو رو من حساب کن. ما حمام را باز خواهیم ساخت. عالی. ما که آماده ایم. دیباچه بخون بابایی. زبانه که براید کس عهده شکرش به درآید. دیواچش رو. ها؟ بچه من مسخره میکنی؟ تفنگت را غلاف کن. یواش داخل سه بیا جلو. بسه افتضاح شد. ننشون طلا نتونستم واسه ضرب المثل یه قصه جور کنه. اتفاقا حکایت امروز خود دقیقا نقل همین مسئله. اینقدر هول داشتی قصه تو همین امروز بگی که همه چی به هم ریخت. گاهی قرار نیست کارا همین امروز انجام بشن، گاهی مشکلات قرار نیست همین امروز حل بشن. واسه همینی که از قدیم گفتن فردام روز خدا. گل گفتی. آقا یکی به داد من برسه، گام در نمیاد. منم شدم حکایت اون مثل که میگن یارو عین چی تو گل گیر کرده. چی بود؟ خودمون فهمیدیم. آره بابا جان نگی بهتره.